دیروز رفته بودیم یه مجلس ختمی بود، بعد ما بلند شدیم بیایم، به برادرم گفتم که میای با ما بریم، گفت نه من هستم، بالا یه مقداری میشینم. گفتم باشه. اومدم دیدم یه ماشینی دوبله پارک کرده بغل ماشین ما که دیگه از پارک نمیتونستیم در بیاییم، من و خانومم بودیم. یه 10 دقیقه‌ای ما رو تو این گرما معطلمون کرد. بعد این بنده خدا اومد و منم یه مقدار بهش توپ و تشر اومدم که بابا حداقل تلفن بذار روی شیشه ماشینت که به زنگ بزنیم و اینا. اینم بنده خدا شروع کرد به عذرخواهی کردن و معذرت خواهی و رفت. من نشستم تو ماشین دیدم 2 بار زنگ خورده گوشیم، دیدم داداشمه. زنگ زدم بهش گفتم جانم داداش. گفت آره رفتی؟ گفتم نه هستم. گفتش که بس بیا دنبال من با هم بریم. گفتم باش. اون لحظه من اصلا خشکم زد که این چه حکمتی بوده که این بنده خدا بیاد و اینجوری پارک کنه ما رو معطل کنه که ما برادرمون رو برداریم با خودمون ببریم. قربونت برم خدا که همه چیزت رو نظمه، ماییم که صبرمون کمه. الهی 100,000 مرتبه شکر.